در این درس مدل کار میکنیم. مدل لوگاریتمی سوال رو بینیم. لوگاریتم x جمع 73 برابر 2 است. اگر شما در پایان در اساس یگان چیز نداده باشد، لوگاریتم هم وقت چی معنا دارد؟ لوگاریتم در اساس 10 یعنی x جمع 73 برابر 2. چه کار میکنیم؟ دو نمونه راه هست. دو نمونه راه گفتیم. سوال که آسان است. اگر ما لوگاریتم رو نقض دانیم، مثلا اگر شما لوگاریتم 10 اساسا نویسم، اگر 10 میشه چی جواب این؟ 1. اگر این رو تست دانید، اگر باید دانید مثلا لوگاریتم 100 چی برابر میشه؟ لوگاریتم 100 2 یعنی 10 درجه 2 100. لوگاریتم 1000 برابر 3. یعنی اگر همه خیلی روید مثلا لوگاریتم 10 درجه n باشد، جواب ما n میشه. از اینجا میبینیم جواب 2 است، یعنی درونی قوس، همین درونی قوس باید چند شود؟ 100 شود. یعنی x جمع 73 برابر 100 و از اینجا x برابر میشود به 27. یعنی این خیلی کار کرده میتونن، یا اینکه از روی قاعده اگر رویم از لوگاریتم به درجه چه گردانده میشود، قاعده رو نویسیم. لوگاریتم a یعنی log l o g گفته نمیشه یا lg log مثلا a در اساس a b برابر x. شما اینو به درجه چه گردانده میتونید؟ a درجه x برابر b میشود. برای همین سوالم اگر گردانیم اساس ندادگی یعنی 10 معنا دارد، چی میشود؟ 10 در درجه 2 برابر x جمع 73 با همون چی میشود؟ 100 برابر x جمع 73 و از اینجا x برابر چند میشود؟ 27 و جواب ما 27 میشود.